салом алейкум дӯстон, хуш омадед. Муборак шава. Салом душе. Салом. Кайф аҳолика? How are you? You can speak in English or Russia? It's okay? Rusi? Rusi? Oh, Rusi. دوستان عزیز، در اینجا بغیر افطوبز ما باز افطوبز های هستند که در اینجا حاجی ها را قبول کرده ایستادن. افطوبز های خمونه انشاءالله یک افطوبز دیگه هم داریم. این برادرها اطراف اینجا را به شما با پرگی نشان میدم. سلامت باشید دوستان عزیز. انشاءالله که بهترین نواتها را برای شما پیشکش خواهیم کرد. بابا جان، اسلام، خورشید، شومنصور هست، محمد رسول هست، سروبشو آیت الله عبدالجبار هست، عادل جان، پیرمشاه هست، پرویز هست، عبدالکریم، عبدالقیوم مجنون. خب مجنون دولت جان خطی و شطیه. خب دولت و علم دولت شما بگ هستن. قاسم جان، تورا جان همه هستن. چهار کس حضرت جان هستن. بختی خان یعقوب بابا هستن. دو کس سولده و سعودی هستن. پرام مینا سولده و سعودی دو کس بودن. سلامت باشید دوستان عزیز. اینجا نوبت کردیم که چقدر آدم ها در اینجا هستن. خب نه صاحب اوه زاسد هم بود. اوه کا كلم يجي صوت يجي صوت ایجی سا اکثر شای شکل مده نگاه کن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. حجاج بيت الله الحرام بحرم الله بأماكن مقدسة بسرزمين جزيرة العرب الحمد لله برضایت خداوند و توفیق الله تعالی قدم های نخستین رو خود را گذاشتیم. شهر جده یکی از شهرهای کلانترین مملکت عربستان سعودی حساب می‌خورد. خب یکی از شهرهای اقتصادی عربستان سعودی حساب می‌خورد. مملکت عربستان سعودی با دو شکل نام گرفته می شود، یکی سعودیه و یکی دیگر مملکت العربیه السعودیه. خب طرز دولتداری در مملکت عربستان سعودی پادشاهی بوده، همچنین دارای اداره قضا و وزارت‌های شورا نیز هست. خب مملکت را یک نفر اداره میکند، از نفر اول یعنی پادشاه اداره می شود و مرکز مملکت عربستان سعودی شهر ریاض یکی از زیباترین و اینچنین از کلانترین شهرهای مملکت عربستان سعودی است. شهری که الان ما در آن فرود آمدیم شهر جده، در این شهر تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد و آبادی های اولین شهر در زمان خلافت خلیفت النبی عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از آن در دوره خلیفه راشد اموی عمر ابن عبدالعزیز و اینچنین در دوره خلافت عثمانی ها و بعد از آن در دوره مملکتداری سلاله سعودیان آبادتر و زیباتر گردید. نامگذاری این شهر نسبت داده شده است به جده، یعنی اولین نزول مام و هوا مادر هر یک ما انا به همین زمین شده است و بنابراین
این نام به نام انا همون حوا مادرمون حوا علیه السلام نسبت داده شده است نامگذاریش به نام جده و تا هنوز قبر امام حوا در همین شهر موجود است و انشاءالله ما هم چون سیاحت از مکه مکرمه به زیارت اینجا می آییم. خب دیگر از معلومات عمومی که درباره این مملکت است از اینجا تا مدینه راهی که ما رهسپار گرفتگیم 420 کیلومتر بوده. انشاءالله در راه اتوبوس ایستاد میکند و ظهر و اینچنین الحمدلله و توفیق الهی بود که الله ذوالجلال ابراهیم خلیل را در مسیر تاریخ روز انا در همین جزیره عرب در همین ریگزار یا قمزار ابراهیم خلیل را الله متعال امر کرد که به جبل ابو قبیس بلند بشود و امر الله تعالی را اجرا بکند و امر الله تعالی آن بود که ندا بکند مردم را به دعوت کردن به سوی سویچ مافی $100 ممیده کردیم. چند پول شد حاجی؟ 373 ریال شد. هر کدام یک پولش نشان ده که چه خیلی است، چه خیلی رنگ داره، چه خیلی نمود داره. 100 ریالش. 100 ریالش. برای که شیخ است. 100 ریال داره. من اینش 50 ریال. 50 ریالش رنگش سبز است. یا صورت شیخ است. 50 ریال. 50 ریال. من این 10 ریال. اینش 10 ریال. همش ده صورت انم شیخ است. من اینش 2 ریال. این تنگه 2 ریال. اینه 1 ریال. اینش 1 ریال. اگه 1 ریال با چند قروب داشته است؟ نه میدونم نکردم. 360 است. میشه من میدونم. سلامت باشه دوستان عزیز. این بود پولای عربستان. سلام برادران عزیز. من ما فرامدیم وزیر برادرها همراه ما میخورن انشاءالله. همه ایمان در اینجا یکی از رستوران های بهترین شهر. ولی بعد میگیریم و خود برسیم انشاءالله. سلامت باشین. ناسم یکم زنده باشه یکم شما ده شری نه زنده باش بیا خدا نگهبانتون باشه. سلام علیکم. از میگذاریم دوستان عزیز. در اینجا چایخانه هست که برای همگان خوراک آماده کردن انشاءالله که خوراک‌های پاکیزه تازه در اینجا. همون زمان طرف جسد صورة اوکی. Yes. eating counter supermarket مسجد اوکی. دوستان عزیز خیلی ما شاد هستیم که در اینجا برادرها با خوشی و خرسندی همراه ما هم صحبت میکنند و نشون میدهند که در کجا توالت است، جای تورات شکنی است، در کجا استالوی است، در کجا جای خوردن است، در کجا مسجد است. البته من باز هم برادرای ما آماده ایستادند انشاءالله برای تام خوردن. در اینجا تنها خوراک‌های با لذت. خوش به حالت باشید. سلامت باشین. رحمت. نه دوستان این چوکینا رو براتون نشون میدیم انشاءالله و همه این برادرایی که در اینجا خوراک میکنن و نشون میدیم که چگونه خوراک ها هستند در اینجا انشاءالله و خوراکی. من برادرها خودی به شما نشون میدیم که چی نمود موقعات ها هستند.
گوش گپ زنیم. You can speak English? Sure, تو دیگه. Çay halil. چای حالی. سلام. كيف حالك؟ الحمد لله. روسيا؟ Tajikistan from Russia. سوا سوا؟ Yes, from Russia. راشا. Tajikistan from Russia. فروم يمن. Yes. عربية. Arabia. عربية. Maşallah. ايوه. باكستان. میدونی این قدیما بشی ازرق. ازرق. یا جوشنی از ما میگم چی میخوایی. كيف حالك؟ كويس؟ ما شاء الله. الحمد لله. عليك؟ يا عمر الخبز. My friend, can I come to see? هذا شرب مع الدجاج. هذا شرب مع الدجاج. لا انا ما اتوقع. ايه Okay, just a minute. Короче, ну, قطعی مرغ خواسته فهمیدی؟ با مرغ قطعی اوشن короче. Tavuk pilav. Tavuk pilav, Evet. Ekmek var değil mi? tavuk pilav, 2 tane. 2 Bunlar 2 kişi. We want to chop it. tavuk pilav. Okay, I want to chop. Çay, Çay Ali. Çay Ali. مرغ قطعی برنج короче. Brother, right now we have 5 people here. ya Amer, Amer, fatura getirdik içeri ne gidecek maruz. Ne, Are you okay? What's your name, my friend? My name Muhammad. Muhammad. Salam alaikum salam. How are you? Fine. You are working here or you came to eat something? Oh my God. Okay. Salam alaikum. Everybody will want. We have 7 people here. 7. Everybody paying for himself. So how much I need to pay? Kaç para ekmek? Ekmek, Bir ekmek. bir tane ekmek, Bir tane ekmek, bir tavuk. pilav, evet, tavuk pilav, o kadar. Türkçe konuşuyorsun değil mi abi? Ne kadar abi? Ne özbek? Kod her kay kışa butura, her tavuk, şu butura. Ya post سيطان ولا Ne fayık. شو الناس كنا كنا روز روز مركب مع الروز ايش؟ مع الرز دجاج دجاج مع روز كم هذا فول او نص؟ نص كم بكم كله ريال؟ نص 20 ريال tavuk pilav. Tavuk ekmek 15 riyal. تاخذ ريالات هذا او دولار؟ Azra moda dita tabaka zakas kyo. Dur murg tabaka. Oo. دجاج واحد تاخذ بدون روز. Ekmek. Ne mada adilna bu. مع الخبز. لا ما اخذ قلنا 30 ريال. This for me. I'm full chicken. Hazır. Bu tarzdan çeşit ona çilme. Bis riyoli. Yok ponzda siriyol. ما صدر يولش داریم Burada sadece olur canım. Tegrifli. Burada haşta Az ne da gidiyor? da. Az ham şumadan mı نمیدونم Yani sen falan hoca ben demişler bak. همین بافی رو همین To full chicken. Full chicken too. No, only full chicken. Yes, do you understand? No, without any. Only chicken, full. Yes.
No, rice. Only full chicken. منم چی گفتی برا؟ آجی برا میرم اگه بایشم. Короче, еще укрепим, My friend, did باید خبر آورده است. خیلی هم موجودی نمیفهمم. کجا؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. إيه. مانجي. نخنا وش نستاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سعودك كوبو chance ما چالو chance ميا نقران شان في عود في كل وتر في زمزم This is silver, brother. Silver. What about price? صور كاسة 15 ريال English, please. 50 What about price? Amca yok da. 5 ريال 5 ريال. Bırakma bana bakalım. Soru. Ben yoluna gidelim. Thank you. دوستان عزیز بعد از بر اومدن ببینید چندین اتوبوس‌ها که در اینجا اومده میستن و خوراک میخورن. نه تنها اتوبوس‌ها بلکه ماشین‌های شخصی هم در اینجا هستند. کلی هم در اینجا ریمون رفته ایستاده است اما چقدر که میگیم کلینتوش مهمانایی که به اینجا میاد ما اتوبوس سیگنال داده است که دوشونه 2020 ماشاءالله. بهترین و نوترین ها. من گفتم یکم در اومدم که پاکتاش ولی هست. تمام خطی جا گفتم میگی. بیو. گابز یک دو سه. محمد علی جان. سلام علیکم دوستان عزیز. نه برادرمون رو میبینین سخنهای بهترین میگه که در این بولوار تور اشتراک داره. انشالله که میریم بالای کوه میبرویم و با پورگی نواربرداری میکنیم انشالله میکنیم. فیرمای ما شهر یکاترینبورگ بولگار تور است.
میکروفون بشه حال به یک دو سه نگاه اما جایی که میگه ما بالای جبل رماد نشون دادیم موقعی که در همین جا تمام شهدایی که در همین جنگ خود شهید گشتن کشته شدگان در همین جا دفن کرده شدگان از جمله بگیم قبر حمزه ابن عبدالمطلب و دیگر اصحابی که در همین جا کشته شدگان این همینجا ما میگیریم شما پرو نکنید شما ماشاءالله نه در مکه هلا ايش تبي كذا مكان مير سلام عليكم خير شكرا اخي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مفهوم شو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. نه دندان نمش محكمة يأتي نيو طرف